درود کسانی که ما رو میبینن و پیگیری میکنن. امیدوارم خوب صحت سلامت و سربلند هم باشین. انا خبر نخوش گفته بگیم که یک داخل شدیم دوستای عزیزم. البته خبر نخوش هست خیلی بگیم برای خصوصا مردم اذیت دیده و مردم جبر دیده ما که تاجیکستانی ها یا دیگر انسان هایی که طرف های بگیم اروپا و جستجوی لقمه رزق روزی می آید. کوتاه گپ میزنم زیاد گپ نمیزنم بعد بین خودتون پدیلیت کرده بگیرین تقسیم کنین. خبر ناخوش انسان هایی که اروپا می آید یا انسان هایی که در اروپا قرار دارن خصوصا پولشا جوان هایی که با بگیم که پروای روسیه پروهای تاجیکستان و گوناگون پروها در اینجا تکثیرانی میکردن. خبر ناخوش برای اونها میشود که به نزدیکی یک دوستی ما هم همونجا یک شناس است و برام خبر داد گفت که از سال نو یعنی که با پروهای خارجی راندن تاکسی در گویم که راندن نقلیات فقط مهلت داره. مثال یک مهمان میآید یک ماه 3 روز هم مهلت داره حق داره برونه اما کار کردن تاکسی راندن و غیره ها و گویم که کلا قطعا من میشود عموما دیگه اجازت نمیتن. خیلی که پیشتر شما رسخود میکردین پول مثال می اومدین کار میکردین در اینجا اوبر یا بولت یا دیگر کار کردنش پرابلم نبود. رجیستراسیون میکردی پارتنر سایدینیت میکردی کار کردن میگرفتی و پروای ترامیش که اهمیت نمیداد. مثال گیریم از بس که گوناگون مشکلی ها شد DTP ها شد بعد پرتافتن گریختن رفتن و غیره کارهایی که یعنی عیب خودی خلق ازیا شد که در اینجا آمدن همی کار کردن. یا تایش بود که از زپرافکا تیخ از زپرافکا کده بروماده میرفته بود هم خیلی عادت ها داشتن در دست زد و گوناگون حادثه ها که شید در اینجا همین واقعه ها بعد از او اینا قطعا بگیم که سخت گرفتن. اینا که از این بابت کدامی که در اروپا هست با امید ماشین های میکنیم تاکسی های میکنیم که تا آمدگی است تا نه که شما اگر پروای فالشیوی زیاد شدن در اینجا بگیم کاتگوری های فالشیوی پروای فالشیوی از این بابت قطعا پرویر میکنه تا اگر شما رانندگی خونده در پولشا رانندگی یعنی همون حجت رانندگی پولندی اگر به دست نیاره برای شما یعنی که اون چیز داده نمیشه. و اگر شما پراپیسکا کنین پراپیسکا داشته باشین لیگال نامادگی باشین شما حق خواندن و بگیم که حق گرفتن حجت رانندگی پولشا را داره. هر یک انسان فرق نداره شهروندی کدام دولت هستی. متاسفانه در اینجا پافسیمو ستروگی پول دادن وزیادکا دادن اماکی تقویی اما خاله اینجا نمیگذاره. اگزامینه کنکریت نه پد نبلودنی میسپوری اگر سپوریدن نتونی نمیگیری. بسیار مردم ما بگیم که سالها اگزامین دادگی هستن سالها خوندگی هستن به غرض وجدانشون تا که پروای بگیم که پولندی را به دست بیارن. برای همون انسانایی که به همین نیت به همین مقصد پول رسخود کرده میرین شما در تاجیکستان یا که در شما تاجیکستان میوین در اروپا در پولشا تاکسی میرونین رانندگی میکنین یعنی به این مقصد پولی کلان صرف نکنین برای که این دولت بعد از سال نو گنده از قانوناش شوشه برآمده است. بعد از سال نو ستروگ از اپریتیت میکنه با حجت رانندگی گویم که کشورهای دیگر در پولشا شما برای گارانتی نیست یعنی که بسیار فالشیوی قپیده ایستادن همه فالشیوی همه بگیم که جزیر بود در سیم پلاس هم من کرده ایستادن در دیم پلاس هم من میکنن در جای ممکن نیست پاورات کرده ایستادن. خلاص گنده ناروشنی بسیار از همین لحاظ از همین چیزها بگیم که پولند با اونه که اجازت میتیا مسافر بکشی تا اون وقتی که حجت رانندگی ایجار خونده اگزامین سپوریده گارانتیش قطعی نگیری اگر برای تو بگیم من میشه و های کرده. رسخود نکنین. مقصد از گفتنم رسخود کرده با امیدی من میرم در پولشا تاکسی کار میکنم اوبر کار میکنم اینا بچه ها کار کردستن من میام ما هم کار میکنم گفتگی مقصد قطعی یعنی نه دیگه این چیزی که تو اگر شما افیچال نالوگ نسپورین اگر داکمنت نداشته باشین شما را برای کار نیلیگال میتونه دیپورت کنه ویزا تون انیلی رو کنه.
برای همین دوستای عزیز راسخود مصرف یعنی که این چیزا را همش رشد چه بگیریم پیش آمدنتون آدمایی که آمدن در پولشا یعنی که فیرمای پولشا دا خواستن در اوبر در کمازها کار کنن و غیره کارها کار کنن بگیم که همون کمازهای کلان بعد از سال نو همه یو اگزامین گرفته میشه و همه یو کاتگوری полностью اگزامین گرفته و از اون جمله تا حجت رانندگی اگر همه پولشا را نداشته باشه در یگان جای رانندگی شما را به کار نمیگیره کدامت اومدنین رشاتتون بگیری یعنی که پیش بله پیش اجازت بود پروای توجیکی خطی هم میگشتی پروای روسیه خطی هم میگشتی پروای لوبای دنیا خطی در جا های میکردی میگشتی بعد از سال نو این چیزها شما نمیتونین دیگه با پروای توجیکی در پولشا رانندگی کار کنید البته شاید های کردن ماشین خودتون اگر که مثال گیریم تا 6 ماه اجازت داره با موافق قانون اینا پلیس استودگی است داریم با موافق قانون 6 ماه اجازت های کردن نقلیات دارین اما راندن تاکسی ندارین اما راندن یگان چیزی خیلی گویم که اوبر اپلیکاسیا و کار کردن این چیزا حقش هموطنای عزیز ندارین با شما بود برادر شما دوستی شما بگیم و هموطن شما از تنایف از اروپا از خودی بگیم پایتخت پولشا یعنی لهستان ورشاوا برای شما معلومات دادم این معلوماتی که از داخل همین چیزها برآمدگی شما باقی خودتون میدونین هموطنای عزیز راست خود کنین بیاین در کوچه ها بمونین عذاب بکشین کار نیاوین بگیم گوناگون و در آن چیزی که باز در استرویکا هم اگر تو سرتیفیکاتی بگیم که این یا اون متخصص نباشی اگر کاغذ نداشته باشی اومدی اینجا 6 ماه بگیم که تو میخونید برای این یا اون تخصص اگر که شما نخوندین حتی که در استرویکا هم کار نمیگیرن بعد سال نو همین خیلی بگیم که استروگا میشه و قانون قاعده های پولشا خدا نگهبانتون باشه میتونین زیر کامنت فکر و نظرتون بنویسین و کلا مردم تاجیک دا تقسیم کنین کوشش کنین تقسیم کردن دا که تو که با فند فریب دیگرها غلطیده بیچاره جوانا گاو و ماشین خونه و در زلاگ مونده بگیم رس خود کرده نیاید در اینجا در بین ره بمونه اروپا اینجا زکان قانون سلوا یعنی گفت میبروی اینجا نیست که رنگ روسیه وضعیت کب تی پلیتیا دا پول بیتی کارتا بود کنی نمیشه و این چیز رس خود نکنین وقتتون در چقری نپرتوین سلامت سربران خانوباد باشید ماکسیمال پدیلی طرف فراموش نکنید